نه اونجوری اصلا نمیتونم. سلام بچه ها، حالتون چطوره؟ علی هستم، خاک باتون. قسمت دوم چالش های اعترافی شما رو میخوام پخش کنم. قبل از اینکه شروع شه سابسکرایب کنید، لایک کنید، کامنت هم بذارید که واسم خیلی مهمه. این زنگوله پایینم بزن. آمادی؟ برو بریم. خب آقا، قسمت اول از این قراره که یه پسر 17 ساله داریم. میگه که آقا این دوست ما میگه میخوام رلمو ترتیبشو بدم، تو هم بیا تریسام بزنیم. منم میگم داداش من تا حالا این کارو انجام ندادم، تو هم این کارو نکن، با آینده بچه مردم بازی نکن. و به نظر شما میگه من چیکار کنم؟ تو دوراهی سخت زندگیم گیر کردم، بکنم یا نکنمش؟ کوروش کجایی کوروش؟ که ببینی جوانای مملکت ما